هیچ کدوم از این پلیسا حتی روحشون هم خبر نداره که یک قاتل در بین اونهاست. سلام، امشب میخوایم بهترین سریال جنایی دنیا رو بهتون معرفی کنیم. سریالی که ترو دیتکتیو و فارگو و هانیبال به گرد پاشم نمیرسن. سریال دکستر. این سریال درباره مردیه به نام دکستر مورگان که در بخش جنایی اداره پلیس میامی به عنوان کارشناس خون و جرمشناسی مشغول فعالیته. اون در صحنه جرم میتونه ذهن قاتل‌ها رو بخونه و به پلیس‌ها کمک میکنه تا از الگوی قاتل سر در بیاره و رد قاتل رو بزنه. غافل از این که خود دکستر یک قاتله و هیچ کدوم از این پلیسا حتی روحشون هم خبر نداره که یک قاتل در بین اونهاست. دکستر گذشته بسیار عجیب و دردناکی داشته. اون وقتی که بچه بود مادرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل میرسه جلوی چشم خود دکستر و بعد از این ماجرا یه اتفاقی برای دکستر میفته و یک خوی وحشیانه و میل به کشتن در وجود دکستر شکل میگیره. پدرش هری مدام اون رو به شکار حیوانات میبره تا این غریزش رو کنترل کنه، اما کشتن حیوانات براش کافی نیست و میخواد کشتن انسان رو تجربه کنه. یه روز هری وقتی میاد خونه میبینه یک جنازه توی خونشه و دکستر قاتلی رو که هری مدت‌ها دنبالش بود رو با خونسردی کامل کشته و جسدش رو تیکه تیکه کرده. اون از دیدن جنازه شوکه میشه و میره پیش یک روانشناس تا بفهمه مشکل دکستر چیه. اما اون روانشناس میگه کار از کار گذشته و حالا که نمیتونی جلوش رو بگیری بهش یاد بده بره سراغ کسایی که واقعا حقشونه بمیرن. هری هم به دکستر چند تا قانون یاد میده تا هیچ وقت گیر نیفته و هیچ بیگناهی رو نکشه. و حالا دکستر در اداره پلیس به همه پرونده ها دسترسی داره و میره سراغ کسایی که سزاوار مرگن، یعنی قاتلین این شهر. در همون قسمت اول سریال دکستر در صحنه جرم با جنازه‌ای روبرو میشه که هیچ خونی نداره. یعنی قاتل میدونسته که دکستر با آثار خون قاتل‌ها رو ردیابی میکنه. برای همین تموم خون قربانیاش رو کشیده بیرون و به نظر میاد این قاتل دکستر رو میشناسه. اینجاست که دکستر کنجکاو میشه و تموم فکر و ذکرش میشه پیدا کردن این قاتل. دکستر برای کشتن قربانیاش مراسم عجیب و خاصی رو انجام میده. اون قبل از کشتن قاتلا اتاق مرگ رو آماده میکنه و دور تا دور این اتاق رو با پلاستیک میپوشونه تا هیچ اثر خونی روی در و دیوار پاشیده نشه و بعد قاتل رو به یک تخت میبنده و عکس تموم قربانی‌های اون قاتل رو جلوی چشمش میذاره تا اون قاتل قبل از مرگ بفهمه چرا دکستر داره اونو میکشه و بعد از کشتن جنازه‌شو توی دریا سربنیست میکنه و هیچ رد و نشونی از خودش به جا نمیذاره. اون از تموم قربانیاش یادگاری برمیداره تا همیشه یادش باشه چه کسایی رو کشته. قاتل‌های این سریال همه افراد فوق‌العاده باهوش و خطرناکی هستند، اما ببین دکستر به عنوان قاتل چقدر حرفه‌ای و کاردرسته که از پس این قاتل‌ها برمیاد و در واقع قربانی‌های دکستر خودشون قاتل سریالی هستند. این سریال 8 فصله و در هر فصل دکستر با قاتل‌های عجیب و خطرناکی روبرو میشه. قاتل‌هایی که سالهاست پلیس دستش بهشون نرسیده و هیچ رد و نشونی ازشون نیست، اما دکستر میره سراغشون. ولی مشکل دکستر از جایی شروع میشه که یکی از پلیس‌های این اداره به دکستر مشکوک میشه و سعی میکنه سر از کارش در بیاره و براش سوال میشه دکستر شبا کجا میره. توی این سریال هر لحظه باید منتظر یک اتفاق باشید و استرس و هیجانی که با این سریال تجربه میکنید به جرئت میگم تو هیچ سریال جنایی دیگه‌ای تجربه نمیکنید و اینجاست که میگم دکستر بهترین سریال جنایی.